در گیمنازیای رقم 4 شهر دوشنبه دور سوم آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت ادامه دارد که در آن غالبان دور دوم از مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت اشتراک نموده دانش و ملکه خود را سنجیده ایستادند. در گیمنازیا برای در سطح بلند تشکیلی و معنوی برگزار گردیدن آزمون شرایط ضروری مهیا نمودند. گفته شد که با امر پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد دریافت استعدادهای نو، جلب بیشتر خوانندگان دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه با آموزش فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی در جمهوری آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برگزار می‌شود. رشد تفکر تکنیکی، وسیع نمودن جهانبینی علمی، دسترسی پیدا نمودن به تکنیک و تکنولوژی، توسعه اختراع‌کاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، اینچنین دریافت استعدادهای نو در این سمت امکان می‌دهد که برنامه دولتی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سال‌های 2020-2040 در مملکت ثمرناک تطبیق شود. یکی از اشتراکچی دور سوم آزمون در نامیناسیون اختراع‌کاری و نوآوری پرویز سعیدغفران میباشد. برآمد بسیار شفاف بود، بسیار نغز بود. از طرف حکمان سوال‌های موافقی مقصد داده شد، یعنی که موافق بودند. ما با سوال‌ها با قدر امکان جواب‌های مشخص دادم. اختراع من امروز یک اختراع‌های مبرم روز است، یعنی که نسبت به баландбардории самаранокӣ яъне энергияфекни энергиясбережени дегҳои хурди гармидиҳӣ нисбат ба системаи гармидиҳӣ ва системаи оби гарм ва сӯзонидани дилхоҳсӯзишворӣ дар худи оташдоне ки оташдони ҳаҷми тағйиробанда дорад, ҳамеро ман пешниҳод намудам. برگزاری چنین آزمون‌ها برای رشد قابلیت و استعدادهای خوانندگان و دانشجویان امکانیت فراهم آورده آنها را به مطالعه بیشتر، تحقیقات علمی و جستجوهای ایجادکارانه هدایت می‌سازد.